dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. با عرض سلام خدمت همه شنونده‌های عزیز و نهایت محترم رادیو نوین در هر گوشه‌ای که از جهان هستین. ایام به کامتان، خوشی ها نصیبتان. غلام ربانی فضلی هستم، یک تن از هنرپیشه‌های تئاتر و سینمای افغانستان و فارغ التحصیل 15 حقوق علوم سیاسی. آرزوهای زیاد انسان‌ها در دل دارند و در سرزمین بسیار آرزوهای متاسفانه خاک یکسان میشه و من آرزوهای در 2020 داشتم که کشورم جور بشه و صلح سرتاسری در کشور بیاید و ما بتونیم یک کشور آرام باشیم و من باید بتونیم زندگی کنیم، همیشه به کوشش زنده ماندن نباش. ولی متاسفانه به او آرزوها نرسیدیم تا الحال. و همچنین آرزو داشتم در بخشی که تحصیل کردم بتونیم یک وظیفه رو در این کشور اشغال کنم و او هم نشد متاسفانه. از 97 تا الحال به او آرزو هم نرسیدیم و باز هم 2021 پیش‌روی داریم. امیدوار هستم در 2021 کشور ما صلح به آرامی شود، بیشتر از این پیش همسایه‌های خود خجالت نباشیم، پیش دیگه کشورها بس هست دیگه. این ما در قرن 21 هستیم. سالی سرشار از خوشی برای همه انسان‌هایی که روی کره زمین زندگی میکنن برشان آرزومند هستم و به خصوص به کشورهای جنگ زده مثل کشور خود ما. انشالله بتونیم به او آرزوهایی که داریم برسیم در 2021. سال 2020 واقعا سال خوبی نبود برای کل مردم جهان، سال خوبی نبود. سال مریضی بود، سال فقر بود، متاسفانه چندان سال خوبی نبود. ما بتونیم انشالله 2021 سال خوبی پیشو داشته باشیم و برای کل کسانی که صدای من میشنون یک سال خوبی آرزو میکنم. امیدوار هستم من بعد کشور ما هم به اون چیزی که میخواه برسه. تشکر میکنم. سال نوتان مبارک باشه، هر سالتان بهتر از پارسال باشه. ایام بکام. با تقدیم سلام خدمت شنونده‌های گرانقدر برنامه رادیو نوین، من حمید پژمان، خبرنگار و ژورنالیست افغان در سوئیس زندگی میکنم. از مدت 4 سال به این طرف میشه که یک رادیو دارم برای افغان‌های عزیز ما در سوئیس و سراسر اروپا به نام آوای هندوکش یا هندوکش خاک که از طریق رادیوی چندین ملیتی برن نشرات میکنن و نشراتش از طریق FM در سراسر اروپا به نشر میرسن. فرارسیدن سال نو 2021 عیسوی را برای تمام افغان‌های ما در سوئیس، اروپا و سراسر جهان هر جایی که تشریف دارن تبریک عرض میکنم برشان. آرزو میکنم که امسال یک سال خوش، یک سال صلح و سعادت برای مردم افغانستان در هر جایی که زندگی میکنن یک سال تمام با خوشی و خوشبختی باشه. هرچند جشن سال عیسوی برای اروپایی ها است، برای مردم که در اروپا زندگی میکنن، در امریکا و در سراسر جهان، ولی همزمان با این افغان ها و سایر مسلمان ها هم در کشورهایی که در اروپا یا امریکا زندگی میکنن در تجلیل از جشن سال نو شرکت میکنن، در برنامه های خوشیشان، در فست‌ها، در پروگرام های فرهنگی سهم میگیرن. امسال با تفاوت سالهای گذشته برنامه ها کمتر است، پروگرام های فرهنگی کمتر است و مردم زیاد برنامه های فرهنگی ندارن به خاطر کووید 19 یا ویروس کرونا. متاسفانه یک رقم تمام برنامه های فرهنگی و تجلیل ها در سایه ترس و وحشت است، ولی با آن هم رفت آمد ها و دید بازدید ها و تقدیم طایف و ایدا همچنان ادامه داره. در خود سوئیس مشاهده هستم که مردم یک نوع نسبت به روز قبل یک نوع تحرک دارن. دید بازدیدها شروع شده، سفرها شروع شده. با وجود سردی هوا و موجودیت کرونا مردم میرن به دیدن دوستارشان، خوشی‌ها دارن، برنامه‌های فرهنگی دارن و این سلسله ادامه پیدا میکنه تا روزی که رخصتی‌های سال نو است.
ما یک بار دیگه این فرارسیدن سال نو برای تمام افغان‌های عزیز ما در سراسر جهان در هر جایی که آواز ما را میشنوند برشان تبریک میگم و آرزو دارم که روزهای خوش و با سعادتی داشته باشند. برای دوستای عزیز ما در رادیو نوین، برای کارمندای رادیو نوین، برای زانی که صادقانه و خالصانه خدمت میکنند، برنامه تهیه میکنند جهت خوشی هموطنان ما، سال نو تبریک عرض میکنم و آرزو دارم که امسال پایان جنگ و خشونت و بدبختی و بیچارگی در کشور ما باشه و امسال سال 2021 پیامد صلح و صفا و صمیمیت در هر جایی که افغان هموطن ما زندگی میکنند خوشی و خوشبختی نصیبشان باشه. با درودهای بی پایان، حمید پژمان، ژورنالیست افغان از کانتون برن، سوئیس. تشکر از شما. They make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. سلام و ارادت نیک به همه عزیزان شنونده. مسرت دارم تا زمینه مساعد شد که سال نو عیسوی را از طریق امواج رادیوی نوین و شنوندگان رادیو و هموطنان عزیزم مبارکباد بگویم. همه کسانی که جشن کریسمس را تجلیل می کند سال نوشان نیکو و خجسته باد. در سال 2021 میلادی برای همه انسان ها خوشبختی و شادی و برای کشور عزیز خویش صلح، امنیت و آرامش آرزو می نمایم. شنوندگان عزیز رادیوی نوین، سالی که گذشت حالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما کماکان با مشکلات مواجه بوده. از یک طرف مرض هولناک کرونا که تعداد هموطنانمان را از ما گرفتن و از جانب دیگر انتحار، انفجار، خون و آتش و از همه بدتر تعصبات قومی، لسانی، منطقوی و مذهبی جامعه ما را صدمه رسانید. من در سال پیشرو را با دید مثبت می نگرم. جوانان آگاه، روشنفکر و رسالتمند در برابر همچون پدیده‌های منفی منسجم می گردد. وضع کشور را بهبود می بخشد. عزیزان شنونده، جا دارد تا یک بار من حیث شنونده دائمی رادیوی نوین از اداره رادیوی نوین و هم همکاران عزیزشان در رأس دوست گرامیم آقای همدرد نسبت زحمات شب و روزیشان غرض تهیه برنامه‌های متنوع از همه شما سپاسگزاری کنم. امیدوارم در سال پیشرو رادیوی نوین بیشتر از پیشتر در ساحه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مصدر خدمات شایان گردد. یک بار دیگر سال نو را به همه عزیزان شنونده مبارکباد میگویم. ارادتمندتان کریم وفا. سلام های پر از مهر محبت من خدمت تک تک عزیز شنونده های رادیو نوین، رادیوی دلها تقدیم میکنم. خانم علی افغان، یک تن از شنونده های رادیو نوین، رادیوی دلها هستم. امیدوار هستم همگیتان در کنار عزیزا، در کنار خانواده هایتان خوش و خرم باشین، همیشه صحت و سلامت باشین، دور از گزند روزگار، دور از مشکلات ها و مریضی ها باشین. یک تشکر خاص میکنم از اسد جان همدرد، سهیلا جان مایل، فوزی جان زرین، مجده جان بهمن، صبور جان نادم و تمام عزیزایی که کارکنان رادیو هستند، اسمشان که اگر ذکر نشده از تک تکتان تشکر میکنم. یک رادیوی مردمی بسیار خوشایند، دلچسب، تمام برنامه هایش. بازم از تک تکتان تشکر میکنم و از نجلا جان نازنین قند یک دنیا تشکر میکنم. همیشه لطف میکنه، محبت میکنه. از خداوند خوشی جانجوری بر همگیتان آرزو دارم.
عرض سلام و ادب خدمت کل هموطنان عزیزم، شنونده‌های عزیز رادیو نوین. این جانب شیر احمد ساحل، یک تن از هنرمندای کشور سوئیس. کریسمس به کل هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که یک سال خوب پر از برکت داشته باشین، دور از گزند روزگار، دور از کرونا، خوب و سلامت باشین. سال جدید براتون تبریک عرض میکنم و یک آهنگ عیدی هم به مناسبت سال جدید 2021 تقدیم میکنم به کل شنونده های عزیز رادیو نوین. امیدوارم که مورد علاقتان قرار بگیره. تشکر از کل عزیزان.